بر شما. در خدمت آقای عبدالله مهتدی هستیم، دبیرکل حزب کومله، حزب زحمتکشان انقلابی کردستان ایران. اگر درست بگم کومله. آقای مهتدی، سپاسگزارم که در این برنامه خط قرمز دعوت ما رو پذیرفتی. در خدمت شما هستیم. آقای مهتدی، قبل از هر چیز خواهش می‌کنم همین مشکلی که بنده در معرفی کومله داشتم اینو توضیح بفرمایید که اولا کومله یعنی چی و اسم درست حزبی که سازمانی که شما دبیرکلش هستین چیه؟ با درود به شما و به همه بینندگان عزیزتون. ببینید، اسم کامل و درست ما حزب کومله کردستان ایرانه. معنی کومله خودش یعنی تجمع، انجمن، جمعیت، یه همچین معنی داره و اختصاصا فقط به حزب ما نداره. این اسم به کار میره، یکی از اسامی که به کار میره در زبان کردی. بنابراین اسم کاملش حزب کومله کردستان ایرانه. سپاسگزارم. آقای مهتدی، شما متولد بوکان هستید، الان در استان آذربایجان غربی، و دانشجو بودید در تهران، تحصیل کرده تهرانید. یه مدت زندان بودید قبل از انقلاب به دلیل مبارزاتتون علیه نظام قبل از انقلاب. سال 1348 با یه از دوستای دانشجوتون سازمان کومله رو بنیانگذاری کردید. 1348. هدفتون چی بود؟ هدف کومله چی از آغاز؟ همونطور که گفتید، من اهل شهر کردنشین هستم به اسم بوکان که از لحاظ استانی توی آذربایجان غربیه، ولی بخشی از کردستان به معنی وسیع کلمه، یعنی همه مناطق کردنشین کردستان ایران، غرب ایران. و نه فقط تحصیل کرده تهرانم، من بزرگ شده تهران هم هستم. اول ابتدایی را من تو تهران شروع کردم به خوندن و وقتی من شروع کردم فارسی رو تو کوچه یاد گرفتم قبل از اینکه برم مدرسه. بنابراین من آشنایی خیلی نزدیکی با تهران، با زبان فارسی و با ادبیاتش، با تاریخش، با اینا دارم. از یک طرف ریشه من در کرد بودن، بنابراین اختلاط خاصی از این فرهنگ ها هست. اما همونطور که شما گفتید، در واقع در روز، اگه دقیقاً بخوام بگم، در روز 5 آبان ماه 1348 اولین سلول های کومله به عنوان یک سازمان مخفی چپ مارکسیستی در دانشگاه تهران و دانشکده های تهران و دانشگاه های مختلف تهران و بعد تبریز و اصفهان و جاهای دیگه درست شد و در طول زمان، یعنی حدود 9 سال و نیم، نزدیک به 1 دهه، ما در واقع در دوره کار مخفی فعالیت می کردیم. بعد شرکت خیلی وسیع و مؤثری در انقلاب ایران داشتیم. البته باید بگم نه به معنی انقلاب اسلامی که این بحثی متفاوت. هیچ وقت انقلاب اسلامی به معنی اخص کلمه در کردستان ایران اصلا اتفاق نیفتاد. اون جنبشی که در کردستان ایران روی داد یک جنبشی سکولار، دموکراتیک و مردمی و بسیار هم مترقی بود، ولی به هر حال بعداً خفه شد، در زیر بار غرق شد، یعنی در زیر بار سنگین فشاری که از تهران می آمد و بالاخره هم با حمله نظامی سعی کردن کار رو یکسره کنن. در طی زمان مراحل مختلفی رو گذرونده و در 26 بهمن ماه 1357 ما اعلان موجودیت علنی کردیم به عنوان یک حزب و تحولات ایدئولوژیک زیادی رو هم از سر گذروندیم. در 15-20 سال اخیر ما خودمون رو یک حزب سوسیال دموکرات میدونیم که هدفمون یک ایران آزاد، دموکرات، سکولار، کثرتگرا و در این حال فدراتیو که
که بتونه حقوق کردها و دیگر ملیت‌های ایران درش تأمین شده باشه. آقای مهتدی، شما همین الان که صحبت می‌کردین درباره تفاوت موقعیت کردستان ایران و مثلا تهران در انقلاب 57 اشاره فرمودین. بله. سوال مشخصم این است که آزادی و رفاه برای مردم کردستان ایران آیا با آزادی و رفاه برای مردم سراسر ایران یکیه یا اینا دو امر جدا از همه؟ نه، دو امر جدا از هم نیستند. مطمئناً اون روزی که آزادی و رفاه که هر دوش ضروریه برای مردم ایران و برای جامعه ایران تحقق پیدا بکنه، بخش بزرگی از آرزوهای مردم کرد هم معنیش اینه تحقق پیدا کرده. ولی کردها فقط این خواست رو ندارن. توجه بکنید بسیاری از خواستها مثل حقوق شهروندی، مثل آزادی، مثل دموکراسی، مثل حقوق صنفی، حقوق کارگری، برابری زنان، سکولاریزم و غیره و ذالک، آزادی مذاهب و ادیان مختلف و غیره، همه اینها برای همه ایران و از جمله برای کردستان ضروری است. ولی کردها در این حال به عنوان یک ملت، یک خلق، یک مردم هم تحت ستم ویژه‌ای هستند و از بسیاری از حقوقشون محرومن. بنابراین جنبش بعدی ایران و قانون اساسی بعدی ایران که امیدوارم تحقق پیدا بکنه، مطمئناً بایستی به این خواست مشخص و ویژه هم رسیدگی بکنه و حقوق کردها بایستی از جمله، فقط هم کردها نیستن، دیگران هم بایستی در قانون اساسی حفاظت بشه به عنوان بخشی از قانون اساسی. شما فقط مسئله زبان مادری رو در نظر بگیرید. چرا کردها نباید بتونن به زبان مادری خودشون تحصیل بکنن؟ چرا نباید بتونن اداره مناطق خودشون رو به عهده بگیرن؟ چرا نباید بتونن مجلس منطقه‌ای خودشون رو داشته باشن و چیزهای دیگری نظیر اینها؟ بنابراین مطمئناً ما هم علاقه‌مندیم و هم مبارزه می‌کنیم برای آزادی و رفاه در تمام ایران، ولی این به معنی نادیده گرفتن ستم‌های خاص و ویژه‌ای که بر خلق کرد روا داشته میشه نیست و بنابراین این حقوق هم بایستی به نحوی در قانون اساسی آینده ایران تأمین بشه و مورد حفاظت قرار بگیره. قانون اساسی آینده ایران، یعنی صحبتایی که شما فرمودید نشان میدهد که دولت مطلوب، حکومت مطلوب، نظام مطلوب آینده سیاسی ایران از نظر شما یک نظام فدراتیوه. این نظام رو با توجه به خواستایی که شما توضیح فرمودید چه جوری تعریف میکنید؟ یعنی رابطه، فرض بفرمایید منطقه کردستان ایران با فرض کنید دولت مرکزی، هر اسمی روش میذارید، فرض کنید با جمهوری ایران، فرض بفرمایید حکومت که بعداً تشکیل بشود، بله، این رابطه چگونه تعریف میشه؟ و خب این بیان این است که چه خواستایی دارین؟ خواهش میکنم. ببینید، اولا نظام‌های فدراتیو نظام‌های خیلی معتبر و شناخته شده‌ای هستند در جهان و یه پدیده من درآوردی ما کردهای ایران یا کسان دیگری نیست. بنابراین ما هم نمونه تاریخی داریم، هم عرف بین المللی داریم در این مورد، ولی اون چه که ما باید در ایران انجام بدیم و بریم سراغش، به نظر من چیزی است که ویژگی‌های خاص و نیازمندی‌های خاص جامعه ایران رو، تاریخش رو، فرهنگش رو، خواست‌های مردمانش رو در نظر بگیره و به شکل یک، به اصطلاح ژان ژاک روسو، یک قرارداد اجتماعی جدید در ایران به نظر من ما احتیاج داریم و این بر اساس توافق و در نظر گرفتن گونگونگی جامعه ایران و تکثرش به نظر من باسی انجام بگیره. کردها مثل همه مردم ایران در پارلمان، در مجلس شرکت میکنن، در برابری کامل حقوق شهروندان و لغو هر گونه تبعیضی باید باشه برای کردها و همچنین غیر کردها برای همه مردم ایران. ولی به نظر من اون چه که هست بایستی
کردها بایستی بتونن به زبان خودشون تحصیل کنند و مناطق کردنشین رو باید بتونن اداره بکنند و این هم چیز عجیب و غریبی نیست، خاص وحشتناکی نیست. به نظر من معنیش این اتفاقا جامعه ایران داره عمیقاً و در لایه‌های پایینی خودش، نه فقط در سطح فوقانی، در سطح بدنه جامعه ایران هم داره دموکراتیزه میشه. من فدراتیو بودن ایران رو به معنای دموکراتیزه کردن ایران هم کاملا درک میکنم. آقای محتدی، در برابر کسانی که فدرالیسم رو برابر با جدایی خواهی میدونن، اولا چه پاسخی دارید؟ دو، الگویی که نسبتاً با چشمانداز مطلوب آینده شما همخوانی داره و امروز وجود داره در جهان کدامه؟ ببینید، از الگوها اگه بخوایم صحبت کنیم، گفتم به نظر من ما هیچ لزومی نداره کپی برداری بکنیم، ولی خوب مطالعه بکنیم برای درسگیری، برای اینکه استفاده بتونیم بکنیم، دیدمون رو وسیع کنیم، وگرنه ما با توجه به نیازهای خودمون باید این کار رو بکنیم. به عنوان نمونه الان کانادا منطقه‌ای داره مثل کبک، فرانسوی زبانن، منطقه خودشون رو اداره میکنن و در این حال جزئی از کانادا هم هستن و هیچ آسمون هم زمین نیامده. یا هند رو با تمام تنوعات وسیعش در نظر بگیرید، کشور پهناوری مثل هندوستان رو شما به من بگید به چه روش دیگری جز به رسمیت شناختن اداره‌های محلی و منطقه‌ای و دولت‌های محلی میشد اداره کرد و وحدت رو در عین تنوع حفظ کرد؟ فدرالیسم کارش جدایی نیست، برعکس وحدت رو در عین تنوع حفظ میکنه. ولی آقای فلاحتی، شما بدونید در جهان امروز دیگه با سرکوب، با زور، با تبعیض شما نمیتونید یک جامعه رو به زور کنار هم نگه دارید. اگر میخواهید ایران واحد و آزاد و دموکراتیکی داشته باشید، شما باید به خواسته های مردمانش توجه کنید و بایستی احساس مشارکت در بین کرد و بلوچ و آذربایجانی و عرب و ترکمن و فارس و غیره به وجود بیارید و نه فقط در بین این ملیت ها یا اتنیک های گوناگون، بلکه همچنین در بین اقشار مختلف. ما باید یک دموکراسی مشارکتی داشته باشیم، دموکراسی که همه درش احساس کنن صحیح من در مملکت. این اون راهی است که در واقع موجبی برای جدایی باقی نمیگذاره. ولی شما به تبعیض ادامه بدید، دیر یا زود جامعه ایران متلاشی خواهد شد. بنابراین برعکس من تصور میکنم با به رسمیت شناختن حقوق، حالا از طریق فدراتیو پیشنهاد ماست، با به رسمیت شناختن حقوق، به رسمیت شناختن تنوعات گوناگون مذهبی، اتنیکی، فرهنگی، زبانی، جغرافیایی که تو ایران هست، ما در واقع داریم راه وحدت و نزدیکی و زندگی مشترک مردم ایران رو هموار میکنیم. اگر اینطور نیست، قرنها چرا ایران با حکومت‌های محلی اداره می‌شد؟ حتی در ایران باستان ما ساتراپ نشین‌ها رو داشتیم، در مشروطیت انجمن‌های ایالتی و ولایتی رو داشتیم. آیا اینها هیچ کدوم معنی خاصی داره برای ایران فردا؟ البته باید داشته باشه. معنی اینها این هست که ایران کشوری است پهناور و کلاً نظریه یک دولت یک ملت در ایران به نظر من نظریه‌ای نیست، تئوری نیست که دیگه بتونه بر اساسش آینده جامعه ایران رو پیریزی کرد. ما به یک قرارداد اجتماعی جدید، به یک ایران جدید، به یک به رسمیت شناختن متقابل جدید در داخل ایران نیاز داریم و این اون راهی است که میتونه وحدت ایران هم تأمین بکنه. یک دولت یک ملت اگر که نباشد یعنی چند دولت و چند ملت منظورتونه؟ نه، ببینید الان شما بریتانیا رو در نظر بگیرید. بریتانیا یک کشور واحده، ولی تنوعاتی داره. همه میدونن که اینها تنوعات مختلفی داره و حتی گاهی خواستهای جدایی هم درش مطرح میشه که به طریق دموکراتیک برش فائق میان. شما الان برید با سیاستمداران بریتانیایی از لیبر گرفته تا حزب کنسرواتیو صحبت میکنید، Nations of Britain میگن، ملت‌های بریتانیا.
پارلمان اسکاتلند داریم، ایرلند داریم و ویلز داریم. آیا انگلستان به این ترتیب تونسته وحدت خودش رو بیشتر تأمین بکنه؟ اگر از من میپرسید بله. با یک تمرکزگرایی شدید ما نخواهیم تونست نه دموکراسی رو در ایران پیاده کنیم، نه احساس مشارکت بدیم به همه و نه در نتیجه وحدتش رو هم حفظ بکنیم. بسیار خوب. منظور من این هست. بفرمایید جملتون هم تموم کنه، خواهش بله. می‌کنم تا من سوال بعدی رو بکنم. منظورتون اینه که منظور من این هست اگر ایرانی بودن رو صرفاً شما با مذهب شیعه و زبان فارسی تعریف بکنید و نتونید تعریف جدیدی از ایران و ایرانی به دست بدید که همه این تنوعات رو در بر بگیره و محترم بشمره حقوقشون رو، در اون صورت بیشتر از نصف جامعه ایران ولمعتلن تو این مملکت. بله. آقای محتدی، شما با این چارچوب فکری و برنامه مبارزاتی با چه کسانی، چه نیروهایی تا کجا ائتلاف میکنید یا تا کجا وحدت میکنید؟ چه قبل از سرنگونی نظام موجود در ایران، چه بعد از اون؟ خواهش میکنم. بعد از تغییر نظام و رفتن جمهوری اسلامی که امیدوارم خیلی زیاد طول نکشه، بحث دیگری است و آینده رو باید دید چه ائتلاف‌هایی، چه آرایش جدیدی در ایران میتونه شکل بگیره. ولی از سالها پیش اینو بهتون بگم که کردستان و جنبش کردستان و احزابش و از جمله و به خصوص کومله همیشه خودش رو همکار و همرزم تمام جنبش‌های آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه ایران میدونسته و اصلا بر این اساس عمل کرده. روزی که جمهوری اسلامی به تاخت و تاز بر علیه مخالفینش پرداخت و خیلی زود این روز شروع شد، کردستان به سنگر همه آزادی خواهان ایران تبدیل شد. تمام مراحل اینطوری بوده، وارد جزئیات نمیخوام بشم. در جنبش سبز هم همینطور بود. حزب ما پشتیبانی کرد با وجود شناخت و معرفت نسبت به محدودیت‌های بسیار شدید و کمبودهای بسیار شدیدی که جنبش سبز داشت، ولی این رو یک جنبش عادلانه میدونست، یک جنبش نجیبانه حق طلبانه میدونست و ازش پشتیبانی کرد، با وجود اختلافات زیادی هم که با دیدگاه‌ها و ایدئولوژی و نوع نگرش خیلی از رهبراش داشت و داره. امروزه ما کاملا از جنبشی که در دیماه به راه افتاد در کشور حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم و شرکت میکنیم در این جنبش و فکر میکنیم آینده ایران بایستی از طریق اتحاد و همکاری و همسویی و همکاری همه نیروهای دموکراسی خواه، اما از چپ یا لیبرال یا دموکرات یا جنبش زنان، جنبش کارگری و غیره تأمین بشه. بنابراین ما آمادگی داریم و نه فقط آمادگی داریم، تلاش میکنیم برای اینکه یک ائتلاف بزرگ دموکراسی خواهی در ایران شکل بگیره. معیارتون چیه آقای محتدی در ائتلاف با بقیه نیروها؟ معیارتون چیه؟ بر اساس چه معیاری؟ ببینید، فکر میکنم بایستی کاملا از نظام عبور بکنن، تغییر نظام رو، تغییر رژیم رو به هر زبانی که شما بخواید سرنگونی براندازی تغییر نظام، این رو باید ملاک ما قرار میدیم. ما جدال اصلاح طلب و اصولگرا رو مطلقاً کافی نمیدونیم و خودمون رو در این جبهه نمیدونیم. ما خودمون رو در جبهه همه نیروها و مردمانی که خواست تغییر عمیق و بنیادی نظام سیاسی ایران دارن میشمریم و بنابراین تغییر نظام یه شرط اصلیه. اعتقاد به دموکراسی، اعتقاد به یک قانون اساسی آینده ایران که بایستی بر اساس به رسمیت شناختن و ملحوظ کردن بیانیه جهانی حقوق بشر باشه میپذیریم. بایستی تنوع و کثرت جامعه ایران به رسمیت شناخته بشه، آزادی کامل مطبوعات، احزاب، اصناف، فعالیت‌های کارگری و غیره به رسمیت شناخته بشه، بایستی برابری حقوق زن و مرد به رسمیت شناخته بشه و بایستی
حقوق ملیت ها و اتنیک ها و بخش های مختلف جامعه ایران به رسمیت شناخته بشه و اطمینان داده بشه که کردها سرشون در آینده ایران هم بیکلاه نخواهند موند و حقوقشون به رسمیت شناخته خواهد شد. برای سرنگونی هر اسمی به فرمایش خودتون روش میذارید، برای کنار زدن جمهوری اسلامی، آیا اگر که دخالت نظامی خارجی باشه شما موافقید باهاش یا مخالف؟ خیر، ما عمیقاً از سالها پیش بر این عقیده بودیم و هستیم که تغییر در جامعه ایران ضروری است، ولی این تغییر بایستی از طریق خود مردم ایران به دست مردم ایران و با روش هایی که متضمن منافع مردمان ایران باشه انجام بگیره. چرا مخالفین؟ بسیار جای خوشحالی خواهد بود، برای اینکه دموکراسی میخوایم ما بیاریم. ما نمیخوایم فقط مملکت شلوغ بشه، ما به آینده جامعه ایران، به یه آینده روشن برای جامعه ایران اعتقاد داریم و دموکراسی از طریق مبارزات دموکراتیک مردم ایران میتونه تحقق پیدا بکنه. خیلی خوبه و استقبال میکنیم که جامعه بین المللی درخواست مردم ایران برای تغییر نظام پشتیبانی معنوی و سیاسی بکنن، ولی انجام این کار به عهده خود مردم ایران است. بسیار سپاسگزارم آقای عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران. از شما سپاسگزارم. خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه‌ای با مهدی فلاحتی. سه‌شنبه‌ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. این صدای آمریکاست.